بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در درس پنجم با شما رسیدیم. در درس پنجم مسائل سیگانه هست که ما شما در اول کتاب گفتیم که مؤلف این کتاب رحمه الله پیش از اینکه اصول ثلاثه را ذکر بکنه، قبل از این اصول برای ما و شما 3 مقدمه را بیان میکنه که این 3 مقدمه برای هر مسلمان فهمیدنش بسیار مهم است. مقدمه اول خلاص شد. آن مقدمه دومی هست. در مقدمه دومی مسائل سیگانه هست. اول ای که خلقت بیهوده نیست. دومش است که الله سبحانه و تعالی از شرک راضی نیست. و سوم نقطه که باید بفهمی که با دشمنان الله دوستی جایز نیست. اینا رو مفصل این عالم بیان میکنه و ما شما انشاءالله سرش بحث میکنیم. مقدمه دوم یاد گرفتن مسائل سیگانه. بسم الله الرحمن الرحیم. این عالم میگه که اعلم رحمک الله، میگه علم حاصل بکو الله ولای تو رحم بکنه. اعلم رحمک الله، میگه علم حاصل بکو الله ولای تو رحم بکنه. و همیشه عادت علمایی هست که علما زمانی که چی میکنن، علما وقتی که بر شاگردای خود یک توصیه میکنن، باز بر از اینا دعا هم میکنن که الله والای تو رحم بکنه. پس اینجا این عالم وقتی که مسائل سیگانه رو بیان میکنه، بعد از این چی میگه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم. علم حاصل بکو رحمک الله، الله سبحانه و تعالی والای تو رحم بکنه. و انه یجب علی کل مسلم، که واجب است بالای هر مسلمان که مرد باشه و مسلمت، و هر مسلمانی که دختر یا خانم باشه، ای چی هست؟ میگه واجب هست. یعنی واجب هست، فرض است بالای هر مرد و زن مسلمان، بالای هر پسر و دختر مسلمان، بالای شما نوجوانان عزیز، خواهران و برادران گران قدر، ای چی هست؟ ای واجب است که چی رو باید بفهمین؟ تعلم هذه المسائل الثلاث، کتاب شما این 3 مسائل خوب یاد بگیرین. و وقتی که این 3 مسائل که یاد گرفتین، والعمل بهن، باز به این مسائل سیگانه خوب عمل بکنین. خب این مسائل سیگانه کدام یکی هست؟ مسئله اول آموختن این که الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرده و بیهوده نگذاشته هست. یا عالم میگه که الاولا، مسئله اول چی هست؟ ان الله خلقنا. این را باید بفهمیم که رب العالمین الله هست و ما هم از مخلوقات الله هستیم. الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرده است و رزقنا، و ما را رزق داده است. یعنی رزق برای ما کی میده؟ الله میده. ولم یترکنا هملا، و الله سبحانه و تعالی ما و شما را مهمل نگذاشته. یعنی مهمل به معنای چی هست؟ به معنای بی وظیفه و بی فایده و عبث است. یعنی الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرده و ما را عمیق قسم بیهوده نگذاشته که هر چیزی که مثلا انسان بکنه مثل حیوانات واره باشه. نه، بلکه انسان ها و جن ها اینا مکلفیت دارن، وظیفه دارن، هدف دارن. الله سبحانه و تعالی هدفشان بیان کرده که برای چی خلق شدن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی میگه ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را الا لیعبدون، یعنی یعبدونی، تا که مرا عبادت بکنن. پس هدف خلقت ما و شما این است که الله را بشناسیم و الله را عبادت بکنیم. و روش از این هم الله سبحانه و تعالی بر ما تعیین کرده است. از این خاطر عالم میگه که ان الله خلقنا، الله ما را خلق کرده، و رزقنا، و ما را روزی داده، ولم یترکنا حملا، و ما را عمیق مهمل و بیهوده و بیکاره و بی هدف و بی نقشه و بی پلان و بی برنامه نگذاشته هست. بل ارسل الینا رسولا، بلکه الله سبحانه و تعالی برای ما و شما چی کرده؟ پیغمبرها را فرستاده. فمن اطاعه دخل الجنه، پس هر کسی که وقتی که ارسل الینا رسولا، برای ما رسولی را فرستاده که محمد صلی الله علیه و سلم رسول ما و شما هست، که الله برای ما و شما او را فرستاده هست، و رسول الله هست که برای ما و شما فرستاده شده است.
فمن اطاعه، پس هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایش قرآن نازل شده، قرآن تبلیغ میکرد و احادیث که به شکل وحی است و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وحی است، اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق حکم الله است. بناهن کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنه، اطاعت در عقیدهش میکنه، اطاعت در عبادتش میکنه، اطاعتش در نظام سیاسی میکنه، اطاعتش در نظام اقتصادی میکنه، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظام مالی اطاعت میکنه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظام جهادی اطاعت میکنه، در نظام دعوت اطاعت میکنه، در نظام اقتصادی، در نظام اخلاقی، در نظام تعلیمی تقریبا 12 نظام است. در این نظام ها از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنه، دخل الجنه، اینمی شخص داخل جنت میشه. و من عصاه، و هر کسی که معصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، نافرمانیش میکنه، دخل النار، ای داخل دوزخ میشه. خب و دلیل ای که الله سبحانه و تعالی ما را بیهوده نگذاشته هست، بر ما پیغمبر فرستاده هست، دلیلش است میگه قوله تعالی، ای آیت قرآن عظیم شان است که ان ارسلنا الیکم رسولا. الله متعال میگه که ما متوجه باشین در جایی که الله سبحانه و تعالی توحید بیان میکنه، اونجا ضمیر مفرد برای خود ذکر میکنه، قل هو الله احد، هو مفرد است. و در جایی که باز الله عظمت و قدرت خود بیان میکنه، باز اونجا ضمیر جمع برای خود استعمال میکنه. اینجا الله قدرت خود بیان میکنه که انا ما با قدرت خود و با عظمت خود ارسلنا، فرستادیم، الیکم، بسر شما ای مردم، رسولا، پیغمبر را که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این خطاب برای امت، برای ما و شما هست که ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. شاهدا علیکم، این رسول بالای شما شاهد هست. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همین قسمی که ما قبلا به سوی فرعون و قومش و لشکرش و بالسوی از اینا چی رسول فرستادیم که موسی علیه السلام بود. فعصا فرعون الرسول، باز فرعون و لشکرش چی کردن؟ نافرمانی و معصیت الله را کردن و معصیت پیغمبر را کردن، موسی علیه السلام اطاعت نکردن. اینجا چی شد؟ فاخذناه اخذا وبیلا، باز ما ایره چی کردیم؟ گرفتیم اینا را مؤاخذه، ایره مؤاخذه گرفتیم. مؤاخذه وبیل چی معنی؟ یعنی بسیار سخت اینا را مؤاخذه کردیم. پس الله سبحانه و تعالی بر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد تا که کتاب الله را و سنت رسول الله را و احکام دین بر ما و شما بیان بکنه، تشریح بکنه، توضیح بکنه، تطبیق بکنه، تفسیر بکنه. و اینمی قسم که برای فرعون هم پیغمبر فرستاده شده بود، لکن اونا چی کرد؟ فرعون ناسپاسی کرد، نافرمانی کرد، معصیت کرد از پیغمبر الله و حکم الله را قبول نکرد. الله متعال میگه که فاخذناه، باز ما با قدرت عظمت خود ایره مؤاخذه کردیم، اخذا وبیلا، اخذ بسیار سخت که باز بالاخره فرعون در بحر قلزم چی میشه؟ این غرق میشه. این اول نقطه بود. مسئله دوم این هست که عدم رضایت الله از شرک. پس در مسئله اول ما و شما فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را خلق کرده و ما را بیهوده نگذاشته، بلکه برای ما هدف ما را بیان کرده، نقشه برای زندگی ما تعیین کرده و استاد و معلم من حیث پیغمبر بر ما فرستاده هست که بر ما و شما راه مستقیمه قرآن عظیم شان بخوانه و تشریح کنه و تفسیر کنه و بیان بکنه و با اصحاب خود ایده تطبیق بکنه و بر ما و شما در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که پس بالای ما چی است؟ ما را این نقطه اول است که ما زندگی هدفمند داشته باشیم و بفهمیم که هدف خلقت ما چی هست و ما باید چی بکنیم و با کدام نقشه و با کدام سیستم زندگی بکنیم. مسئله دومی که اینجا بیان میکنه عدم رضایت الله از شرک است. یعنی المسئله الثانیه، ای عالم میگه که مسئله دومی چی است؟ که ان الله لا یرضى، الله راضی نمیشه ان یشرک معه احد فی عبادته، کسی با امرای الله شریک شود. یعنی که الله خوش نداره که در ذاتش یا در صفاتش یا در افعالش یا در عبادتش یا در اطاعتش کسی چی شود؟ شریک شود. و در عباداتش مثلا اگر عبادات فکری هست حق نداریم کسی را در عبادت الله
چی کنیم؟ شریک بسازیم. مثل که بعضی کسا مفکوری کی رو میگیرن؟ مفکوری مارکس میگیرن، بعضی کسا مفکوری لینین میگیرن، بعضی ها مفکوری ژان ژاک راسو رو میگیرن، بعضی ها مفکوری افلاطون میگیرن، از سقراط میگیرن، از فلاسفه میگیرن، اینی مفکوری داروین میگیرن. اینالیا در حقیقت اینی مخلوقات فکرن با الله چی کردن؟ شریک ساختن، فکر خدا و اعتقاد خدا از اونا گرفتن. پس الله متعال راضی نمیشه که کسی شرک شود، شریکش بسازن. کسی در عبادات فکریش یا در عبادات قلبی باید با الله محبت داشته باشیم، با الله اخلاص داشته باشیم، با الله یقین داشته باشیم، با الله مثلا امید داشته باشیم، از الله بترسیم، خوف داشته باشیم، اینمی قسم به الله توکل داشته باشیم. تمام عبادت های قلبی را به الله سبحانه و تعالی انجام بدیم. اینال الله سبحانه و تعالی راضی نمیشه که امروز کسی در عبادتش شریک شود، چی در عبادات فکری باشه، چی قلبی باشه، چی بدنی باشه، چی زبانی باشه، چی مالی باشه و چی هم تشریعی و تقنینی باشه. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. حتی الله خوش نداره که کسی در عبادتش یعنی ملائکه را عبادت بکنه. نه، پس ما ملائکه را عبادت نمی کنیم. ما ولا نبی مرسل و هم پیغمبری که فرستاده شده هست ما او را عبادت نمی کنیم. یعنی ما حق نداریم برای پیغمبر یا به ملائکه رکوع بکنیم یا سجده بکنیم یا عبادتی از عبادت ها را بر او بکنیم. اگر ما مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم، به خاطر الله او را دوست داریم که رسول الله هست. الله برای ما معرفی کرده که این رسول ما هستن، بنابراین ما محبت الله محبت اصلی هست. اصل محبت الله هست. محبت بنده های الله و اولیاء الله به خاطر اطاعت الله هست. وقتی که الله گفته که شما باید از این پیغمبر اطاعت بکنین، با اطاعت از این محبت ما حاصل میشه، ما از پیغمبر اطاعت میکنیم. وقتی الله گفته با این محبت داشته باشیم، ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم، صحابه را دوست داریم، آل بیت رسول الله را دوست داریم، مؤمنین موحدین دوست داریم، کل از اینا را دوست داریم. ایناله پس الله خوش نداره که کسی در محبت در عبادت از عبادت الله اینا شریک شوند. هیچ کس ما شریک نمیسازیم. پس عبادت مخصوص الله سبحانه و تعالی است. دلیلش چی هست؟ الله متعال میگه، عالم میگه که و دلیل قوله تعالی، میگه دلیلش این قول الله متعال است که و ان المساجد لله، یقینا که مساجد لله، مساجد مخصوص الله هست. وقتی که مساجد اماکن چی است؟ اماکن عبادت است. پس اینجا این مساجد مخصوص الله هست که باید در این مساجد عبادت الله شود. و مساجد یعنی سجدگاه هم گفته میشه. هر جایی که سجده میشه به الله، کل زمین، هر جایی که سجده میشه، این سجده کردن مخصوص الله هست. رکوع مخصوص الله هست. متوجه هستین؟ پس به این خاطر ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. پس شما طلب نکنین به امرای الله هیچ کس دیگه. یعنی دست دعا را فقط به بارگاه الله بلند میکنیم. مثلا هدایت از الله میخوایم، ایمان از الله میخوایم، جنت از الله میخوایم، نجات از الله، از دوزخ از الله میخوایم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. این رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین دعا را میکرد. کلگی میفتن رب العالمین برش دعا میکردن. این منهج پیغمبرها هست، ما هم به این منهج روان هستیم. مسئله سومی که یه عالم رو بیان کرده، عدم جواز دوستی با دشمنان الله ولو که از اقارب نزدیک باشه. یعنی انسان مسلمان نباید با چی؟ با کسایی که دشمن الله هستن. دشمن الله کی است؟ ما یک شخصی که امریکایی است یا اروپایی است یا آسیایی است یا افریقایی است یا استرالیایی است یا سفید پوست است یا زرد پوست است یا سیاه پوست است یا مثلا به زبانها و قومهای مختلف است، که کس ما دشمنی خاصی نداریم. دشمن ما کی هست؟ کسی که دشمن الله باشه. پس انسان مسلمان که هست، اینا میتونه که دوستی بکنه با کسی که دشمن الله هست. اما کسی که دوست الله باشه، حکم الله را قبول بکنه، او ولو در هر جایی که باشه، به هر نام و به هر منطقه و در هر جایی که باشه، او برادر و خواهر مؤمن ما و شما هست. از این خاطر
الثالثه یا عالم میگه سومین نقطه هی است که ان من اطاع الرسول، یقینا کسی که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه و وحد الله و الله را به وحدانیت یاد بکنه، لا یجوز له موالات من حاد الله و رسوله، جایز نیست موالات یا دوستی به امرای کسی که اونا دشمنی میکنن با الله و رسولش، ولو کان قریب، ولو که امی دشمن الله و دشمن رسولش از نزدیکترین اقارب انسان باشه، ولو که پدر انسان باشه، برادر انسان باشه. دلیلش چی است؟ میگه دلیلش چی است که و دلیل و علی ذلک قوله تعالی، میگه دلیل به این چی است؟ این آیت قرآن است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، تو نمیافی قومی را که به الله و بر روز آخرت ایمان داشته باشن، یودون که اینا مودت و محبت و دوستی بکنن من به امرای کسی که حاد الله و رسوله، که این دشمنی میکنه با الله و رسولش، ولو کانوا آباءهم، ولو که امی دشمن الله پدرانشان باشه، پدرشان که دشمن الله بود به امرایش دوستی و محبت نمیکنه، او ابناءهم یا پسرانشان باشه، او اخوانهم یا برادرانشان باشه، او عشیرتهم یا عشیرهشان باشه. اینا بسیاری قوم پرستا چرا کافر میشن؟ به خاطر که قوم پرستا اساس دوستی و محبت خود به اساس چی ماندن؟ به اساس قوم و نژاد ماندن، ولو که امی هم زبانش یا هم نژادش یا قومش کافر باشه بازم در پشت از او روان هست. اما الله متعال میگه که نه، الله متعال میگه که اگر از عشیره و قومتان باشه، هم نژادتان باشه، هم زبانتان باشه، وقتی که دشمن الله و رسولش شد، که اگر پدرت باشه، برادرت باشه، فرزندت باشه، با وجود از هم انسانی که به الله و رسولش ایمان داره و روز قیامت ایمان داره با امرای از اینا دوستی نمیکنه. الله متعال میگه اولئک، اینی مردمایی که با امرای کافری که دشمن الله و رسولش است دشمنی میکنه و امرای از اینا دوستی نمیکنه، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، در قلب از اینا چی هست؟ ایمان هست. الله در قلب از اینا ایمان داخل کرده، بر از اینا الله ایمان نوشته هست. و ایدهم بروح منه، و الله او را با روح از جانب خودش تایید میکنه. و یدخلهم جنات تجری، همین مردم باز الله در جنت داخل میکنه که من تحت الانهار، که در زیر از اون نهرها هست، خالدین فیها، همیشه میباشند در جنت، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینی کسایی هستند که اینی صفات داشتن که ذکر شد، میگه الله از اونا راضی میباشن، اینا هم از الله راضی میباشن. اولئک حزب الله، اینی مردم حزب الله هست. اما بعضی کساس نام خدا حزب الله مانده، لکن سرسخت دشمن الله هست، یا دوست سرسخت دشمن الله به نام نمیشن. کسی که اینمی صفت داشت که با دشمن الله دوستی نمیکنه، اینمی با دشمن الله دشمنی میکنه، اینمی یک حزب الله. اینی کسی هنه که این قسم صفت داشته باشن، اینا در حزب الله، در گروهی که اونا مخصوص الله هستن، در این داخل هستن. و الا ان حزب الله، آگاه باشین که حزب الله یعنی او جماعت و گروهی که مخصوص الله هستن. در قرآن دو حزب ذکر شده، یکی حزب شیطان است و یکی حزب الله هست. حزب رحمان که هست، حزب کسایی هست که اینا دوستیشان با الله هست و دوستیشان با دوستای الله هستن، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. و حزب شیطان کسایی هستن که اونا در لشکر شیطان هستن و دوستیشان با شیطان و شیطان صفت هاست، که شیطان کی هست؟ ابلیس بزرگترین دشمن الله هست. اینا در لشکر ابلیس هستن، حزب شیطان هستن و دوستی و دشمنیشان دوستی با شیطان و با لشکر شیطان میکنن. اینا الله متعال میگه که چون کسانی که با دشمنای الله دشمنی میکنن، مؤمنین موحدین، اینا حزب الله هستن، گروهی هستن که مخصوص الله هستن. هم علا ان حزب الله، آگاه باشین که امی حزب الله کسانی که پیرو الله هستن، دین الله را تطبیق میکنن، عقیده توحید دارن و با دشمنای الله دشمنی میکنن، اینا حزب الله هستن. و الا ان حزب الله هم المفلحون، اینا حزب الله اینا کامیاب هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.